شما میگردانیم و امروز منتخب‌های افغانستان و ازبکستان در بازی آخر که روی اکران‌های ما و شما است. بله، صدای اشتکی داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف بلند میگردد و فوتبال بازانی و امروز هم اولین بار است که ما بازی‌ای که در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار شده استودند و طوری مستقیم منظوری شما میگردانیم. اینجا ببینید که چگونه بازیگران فوتبال منتخب ازبکستان اشتباه کرده استادند. امکانیت برای فوتبال بازانی افغانستان منفی دست استفاده برده بودند. محمد علی اورینبایف، ارسال اورینبایف به داخل جریمه گاه با اصول قیچی ضربه زده می شود و اورینبایف در کنار چپ موقعش را تغییر داده است. ضربه زده می شود، امکانیت هست و گل. بینندگان گرامی، چگونه فوتبال بازان ازبک از این امکانیت استفاده برده به زدن گل نائل گردیدند و چگونه اینجا وضعیت به میان آمد. بله، اینجا دروازه‌بان توپ رو عموما به دستش تا نزدیک شوی. فوتبال بازان ازبک ضربه هم زده می شود، ضربه و گل. اینجا بسیار هم گل زیبایی رو به ثمر میرسانند فوتبال بازان منتخب ازبکستان و به لحظه های تکرار متوجه میشیم که چگونه اینجا توپ خودش به پای عادلوف برخورد و تبدیل به گل شد. اونجا عادلوف امکانیت هست برای فوتبال بازاری منتخب ازبکستان، ضربه هم زده می شود و گل. اینجا گل زیبایی را به ثمر می رساند. فوتبال بازاری منتخب ازبکستان پیش صف می شوند. اینجا ببینید که چگونه پاس داد تیمور عادلوف. اینجا بسیار هم با سرعت اینجا دروازه‌بان منتخب افغانستان یگان امکانیت نداشت که این ضربه را برگرداند و احمد رشید ارسالی به داخل جریمه گاه امکانیت هست، ولی بازی بعد دو ضربه کنجی را در قسم دومی بازی کار کردند فوتبال بازانی منتخب ازبکستان. امکانیت هست برای فوتبال بازانی ازبک، ضربه و گل. بینندگان گرامی، حساب بازی 4-0 میگردد به نفع فوتبال بازانی منتخب ازبکستان و اینجا چهارمین گلشون را به ثمر رسانیدند. اینجا ببینید که چگونه ارسال خوب را انجام داد زینالدین همربایف و اونجا هم بسیار جایشی خوبی را اجرا کرد نورالله ابراهیموف و حساب بازی را 4 جایگی با فوتبال بازانی منتخب ایران مبارزه میبرند و موفق میشوند.